اعظم عرب نبوده، تاجیک بوده. امروز نزدیک 700-800 میلیون مسلمان در جهان پیرو مذهب حنفی هستند. نوجوان بود، یک روز خوابیده بود، مادرش کنارش بود. یک دفعه مادر احساس کرد که بچه تو خواب داره عرق میکنه، یه چیزایی با خودش میگه، دستاشو اینطوری میکنه، سرشو میتکنه، عرق میکنه. یک دفعه از خواب پرید وحشت زده، گفت پسرم. پسرشو تو آغوش گرفت، گفت پسرم کابوس دیدید؟ گفت ما در خواب وحشتناکی دیدم. گفت بگو پسرم چه خوابی دیدید؟ گفت خواب دیدم که سر قبر پیامبر نشستم، قبر پیامبر رو دارم نبش میکنم، حفاری میکنم با 2 تا پنجه هام. تا یه مقداری رفتم خاک برداری کردم، یک دفعه از خواب پریدم. مادر وحشت زده شد، با پسر دست پسرش گرفت، برد پیش یک عالمی. گفت جناب شیخ بعد از خدا به دادمون برسید، فرزندم وحشت زده شده، خواب وحشتناکی دیده. گفت بگو خواهرم چه خوابی دیده؟ گفت خواب دیده در خواب که 2 دستی اینطوری با زانو نشسته، با 2 تا پنجه هاش داره قبر پیامبر رو نبش میکنه. گفت خواهرم آروم بگیر، عشق به رسول خدا صلی الله